روستای لقمانیه. دیروز اومدن همه اینجا رو خراب کردن، خونه زندگی مردم. نگاه کنین، ملت همه تو خونه ها نشستن، اومدن خراب کردن همه رو. نگاه کنین، آبادی نداشتن مثل مردم. اینم بازی با خونه های مردم. اینم از درخت ها. درخت های مثمر. این همون روستایی های بدبختن که به هزار امید اومدن یک جا رو برای خودشون درست کردن که بشینن. درخت مثمر. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. طرف تو روستا زندگیش میکنه، اومدن اینجوری کردن. این هم از خونه زندگی مردم که الان دیگه تو چادر دارن زندگی میکنن. آقای دادستان مشهد، آقای معاون دادستان، آه مردم همه پشت سرته. رهبر میگه درخت بکارین، شما درخت‌ها رو خراب میکنین. نگاه کن. درختایی که همه شکوفه دادن. به چه حقی اومدن درخت زنده رو اینجوری کردن؟ شکوفه‌اش. درخت‌ها رو نگاه کنیم فقط. حد اسم اسرائیل بعد در رفته. میریم شعار میدیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. نگاه کن. درخت‌ها رو نگاه کنیم فقط. نگاه کنیم درخت‌ها رو. نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. درخت 7-8 ساله رو نگاه چیکار کردن. تو رو خدا فقط اینو پخش کنین که به دست مسئولین برسه. درخت نگاه، درخت نگاه، حیوان بی زبون. چقدر شکوفه، چقدر شکوفه. دیوارا رو خراب میکردن، چرا درخت‌ها رو شکوندن؟ نگاه کنید درخت حیوونا رو. نگاه، 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 نگاه. نگاه چیکار کردن درخت‌ها. نگاه. نگاه کنید درخت‌ها رو، درخت‌ها رو نگاه کنید. نگاه کن. دیگه اسم این جنایت نیست چیه؟ نگاه کن درخت رو، نگاه چیکار کردن. تو رو از عباس هم میگن که درخت بکارین، درخت بکارین. زمین و بایه رو برشتن درست کردن، همش رو به حاصل نشوندن، آخرش هم این فیلمی که الان براتون گذاشتم مال لقمانیه مشهد. تاریخ 5/1 اومدن خراب کردن. 6/1 اومدن خراب کردن. یه مهلت 72 ساعته برای اینکه بریم مدارک رو ارائه بدیم به جهاد. تاریخ 4 آوردن چسبوندن به در. من نمیدونم این مهلت 72 ساعته چرا شد 48 ساعت اونم تخریب. چرا نداشتن ما هیچ مدرکی ببریم برای جهاد؟ تو رو جون جدتون اینو پخش کنین تا ببینن چه بلایی سر ملت دارن میارن. نگاه کن درو.